بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. احسان بزرگ الله متعال است که برای ما و شما توفیق نصیب کرد. در این ماه قرآن کریم ما آغاز صبح خود توسط درس کتاب الله شروع میکنیم. مناسب است باعث ترجمه قرآن کریم یک کمی بیان کنیم که چرا ما قرآن کریم همیشه تلاش میکنیم، خصوصا در رمضان مبارک، به اندازه وسع و توان خود، با وصف نقصان علم، کمبودی استعداد و اهلیت ما، لیکن به خاطر ادای مسئولیتی که ما در برابر کتاب الله متعال داریم، همیشه چرا شروع میکنیم؟ در این شک نیست، به علم یقین ثابت شده که دشمنای دین برای خاموش ساختن چراغ دین و نشر و گسترش دعوت دین بسیار تلاش ها کرده، متنوع تلاش ها کرده، کوشش کردن مسلمانان را نگذارن که این نظام واقعی که سبب سعادت بشریت است و واقعا درس انسانیت در وجود موجود است، ای به جهانیا و به گوش جهانیا برسه. تلاش های دشمنان متنوع است، اما زیادتر تلاش در این موضوع است که چه قسم مسلمانان را از نظام و آیین واقعیشان دور نگاه کنند و نگذارن مسلمانان با حقیقت دین خود آشنا شوند، با او کتابی که الله متعال برای علاج انسانها روان کرده، با او کتابی که انسانیت در معرفی شده، با او کتابی که یقینا روزگار سبب اوج مراتب مسلمانان بود، شان و شوکت مسلمانان توسطش استوار شده بود. نگذارن که مردم با او تعلق و رابطه قوی داشته باشه، بلکه سالا مسلمان ها را طوری نگاه کرد که آن چیزی که الله از نازل کردن قرآن کریم خود اراده کرده بود در بین مردم او مقاصد و اهداف مکمل مجهول باشه، نامعلوم باشه و به نزد مردم اهداف برای قرآن کریم تعیین شده باشه، که الحمدلله شما شاهد صحنه هاستی. کتاب الله متعال در جامعه ما زیادتر برای مرده ها به درد خورده، البته به زعم مردم، نه در حقیقت. در حقیقت برای مرده ها هم به درد نخورده، اما به گمان و زعم مردم قرآن کریم برای مرده ها به درد خورده، به خاطری که در وقت جان کندن یاسین خوانده شده. بعد از او به مجرد که روح برآمده، 3-4 نفر از اقربایش در گرد و برش نشسته تلاوت کرده، بدون از اینکه سوال کرده شود که در همچون حالت قرآن خواندن بالای مرده جایز است یا ناجایز. این موضوع را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفتا نکرده، از صحابه استفتا نکرده، به زعم و گمان خود، چون که همیشه عقاید ما مسلمان ها پندارها بوده، دیگه چیز یاد نداشتیم الا امانی فقط
گمانا و آرزوها بود خیالات است. بعد از او با پندکی پیسه برای حیله اسقاط رفته که تمام ذمه‌واری های ما و شما که الله ما را مکلف کرده بود توسط ملا صاحب ساقط شود، مکمل آدم از همه ذمه براری فارغ شود و دیگه هیچ سوال و جواب هم شاید در قبر از پیشش نشود، چرا که ملا صاحب کلی مکلفیت های تو را ادا کرد، هیچ حق و حقوق برات نگذاشت. و این توسط همی کتاب الله متعال جناب ملا صاحب هم شیشت و گفت که اینی پوله امرای ای کتاب الله که قیمتش هیچ پر نمیشه او دروغ میگه. امی آدم رفته قرآن کریم از او کده که ارزانترین قرآن کریم امور آورده 20 روپگیر آورده به خاطر که خطایش خیلی نزدیک از خواندم نمیشه، هر کس خواندم نمیتونه، بسیار خرد از خطایش قیمتش کم است. لیکن جناب ملا صاحب دروغ میگه نعوذ بالله. بازمی پول هم به طریق فریب داده. قرآن کریم حلی اسقاط مکلفیت ها جور کرده. امو کتاب الله که ما را مکلف میکرد که اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام و آتوا الزکات، امو اموری که خود کتاب الله برای ما فرمان داده بود که انجام بدیم، امروز ملا صاحب امی کتاب الله را سبب اسقاط کلی اوامر قرآن کریم جور میکنه و مرده ما را مکمل ذمه برار خلاص میکنه. خیر و خلاص که این عمل کرده ام قسم علما بسیار کمک قوی برای دور داشتن مردم از احکام اسلام کرد. مردم در مورد اجرای احکام الله متعال آنقدر تهاون و سستی را در پیش میکنه، میگن برو در وقت مردن ما ملا صاحب اسقاط میکنه کلی احکام از ما ساقط میشه. بعد از او قرآن کریم بله در سر نعشش یا سر تابوتش هم آیت الکرسی پیچانده شده بود. تو گویی ای صاحب که وفات کرده آنقدر زیاد محبت با قرآن داشته که حتی امروز کفن خودم بعد از قرآن میکرد، اینقدر محبت و دوستی با کتاب الله داشته. بعد از او در سر لوحه قبرش هم سوره اخلاص یا آیت الکرسی نوشته میشه و پس از او یک چند جمعه متصل مردم جمع میشه در خانه مرددار قرآن خوانده را ایستن به خاطر از اینکه این آدمی مرده بخشیده شود. این کتاب الله متعال ما به زعم خود کتاب مرده ها جور کردیم، نه کتاب انقلاب عظیم، نه کتاب تغییر وجود، نه کتاب تغییر جهان، اما کتابی که جهان تغییر آورد، اما کتابی که واقعا تغییرات در انفس آورد، جانها را تبدیل کرد به جانهای دیگه، اخلاق تبدیل کرد به اخلاق دیگه، نظریه را تبدیل کرد به نظریه دیگه، اندیشه را تبدیل کرد به اندیشه دیگه، فکر را تبدیل کرد به فکر دیگه. انسانیتی که کل عمر سپری در بربریت و خشونت و نعوذ بالله بدبختی تیر کرده بود، طور او جامعه تبدیل میشه که امروز نظیرش جهان پیدا کرده نمیتونه. ای کاش که مسلمانای ما از واقعات صحابه و از حکایات صحابه و از زندگی از یک کم معلومات داشته باشند، بفهمن که جیل اول و طایفه اول شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط کتاب الله چی برداشت کردن و چقدر تغییر و انقلاب عظیم در تمام ابعاد زندگی از رونما شد توسط همین کتاب الله متعال. امیدوار هستیم که نسل جدید جوان ما ان شاء الله در آینده همینطور خدمتگزار قرآن کریم باشه و یکا نه تنها مثل دیگرها وری قرآن در پشت سر بگذاره، بلکه در پیش روی خود برای اقامه حکومت قرآنی و برای پیاده کردن عدالت قرآنی زندگی خود قربان کنه. و ان شاء الله همینطور مردم فی الحال در گوشه گوشه جهان در حرکت است، در تلاش است و هر کس تلاش میکنه که نظام قرآنی بعد در جهان حاکم شود. الله همون صحنه را به چشم سر ما بر ما نشان بده که ما زنده باشیم و ما حکومتی که واقعا استوار به عدالت قرآن باشه، به قانون قرآن باشه، همونطور حکومت خودی ما به چشم سر ببینیم. ان شاء الله بعید نیست نظر به حالات جدیدی که دنیای کفر در مقابل مسلمان گرفته، مسلمان باید بیدار شود. بعد از این هیچ عذری
نادانی و هیچ عذر پنهان باقی ماندن جنایات کفار سری مردم دیگه باقی نمانده. اگر امروز هم مسلمان کمی حرکت نکنه و باز نگرده به دین خود، باز نگرده به می نظامی که الله روان کرده برای سعادت ما، دیگه بعد از این دیگه کدام عذر باقی نمانده که کسی بگویه که من معلومات نداشتم یا من معذور هستم. نه نه نه، به هیچ کس باقی نمانده. امروز هم اگر این نسل جوان ما چی از طبقه ناس و چی ذکور اگر این مفکوره را نداشته باشه که زندگی ما فدای قایم کردن نظام الله متعال، اگر این مفکوره را نداشته باشه باز زندگی به دردم نمیخوره. واقعیت همونطور است. خب ما امروز تذکری همی گپ میکنیم که ما مسلمان ها را استعمار و دنیای کفر چقدر از کتاب الله متعال دور نگاه کرد که کتاب الله را فقط برای بوسه کردن بر ما گذاشت که در چند پوش او بوسه شوه خیر و خلاص. بستان اگر بروی یکی از انتقادات یک تعداد مردمی که تصوری غلط همیشه داشته، اونجا که میره قرآن کریم بی پشت سری میز میبینه میگه با این قدر بیادب و گستاخ است، قرآن کریمشان پشت نداره او در سری میز گذاشته. این قدر تفکر نمیکنه که کتاب الله برای تدریس و تعلیم روان کرده، نه برای پشت دادن. فکر میکنه که تعظیم و احترام قرآن در پشت دادن است یا در سر انواری بلند گذاشتن است. نه، خدمت قرآن کریم به این سیستم قطعا نمیشه، بلکه قرآن حقوقی داره که امروز یک کم کم برش اشاره میکنیم ان شاء الله. برنامه های انبیاء علیهم السلام چه قسم شروع شده و نسل ها و امت هایی که در زمان انبیاء علیهم السلام بود توسط کدام کتاب تزکیه شده، توسط کدام کتاب افکار و اندیشه از وا درست شده. امروز در مقدمه بیان میکنیم، بسیار مهم است و ضروری است. استعمار ما را نگذاشت که تعلق ما با کتاب الله پیدا شود. شما باور به الله متعال بکنه وقتی که در مدارس من حیث مضمونی تفسیر خوانده میشه، حقیقت تفسیر وجود نداره. ما در مدارس در ماده تفسیر یا در مضمون تفسیر جلالین شریف خوانده میشه یا بیضاوی شریف یک کمکش. جلالین کتابی است که اول تفسیر قرآن نکرده، در جایی که تفسیر کرده حتما روایات اسرائیلی است. حقیقت تفسیر وجود نداره، فقط اعراب کلمات و معنای بعضی لغات بیان کرده خیر و خلاص. آن چیزی که مقصد و هدف کتاب الله است که او واضح ساختن یکتاپرستی الله متعال، اثبات رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اثبات حقانیت کتاب الله متعال که کلام الهی است و اثبات آخرت. هیچ بحث نشده. بیضاوی یک ربع جزء اول خوانده میشه، او هم در بعضی مدارسی که خیلی یک کمی تلاششان به زیاد خواندن است، وگرنه در بعضی مدارس تا آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خوانده میشه و کلش از صرف و نحو و منطق و حکمت بحث میشه، نه از تفسیر. در جایی که حدیث آورده شده کلش موضوعی و ضعیف، حدیث صحیح شما پیدا نمیتونید. ابن کثیر یا ابن جریر این تفاسیری که منقول است خو مردم حتی آشنام نبودن. دی اواخر است که الحمدلله مردم با تفسیر آشنا شدن. یکی از کامیابی هایی که نصیب ما در دوران هجرت شد، زمانی که طاغوت بزرگ روسیه سری ما و شما حمله کرد و میخواست مسلم ممالک خیلی پیشرفته مسلمان دیگه واره ما را هم ببلعه، الله توفیق نصیب امی مردم بی سر پای افغانستان که سالا از دین معلومات کافی نداشتن، امیر الله توفیق نصیب کرد که امی خرس بزرگ روسیه به زانو در آورده شود. لیکن ما مردم با وصف تحمل مشکلات و سختی ها، رنج ها، لیکن دستاوردهای خیلی زیادی داشتیم. دیگه دستاوردها را میگذاریم، دیگه پشتش نمیگردیم. نام جهاد که زنده شد الحمدلله توسط حرکت امی مردم مظلوم بود که در مقابل طاغوت بزرگ قیام کرد. ولی افسوس که صحنه ها بعداً تغییر کرد. امروز امی وطن شیرا و امی وطن بزرگا و امی وطن مجاهدین ما
با تأسف که یک طاغوت شکست داد، اما به طاغوت دیگه زانو را مانده، سجده کرده را ایسته. الله از این طاغوتا ما را نجات بده. این پلیتای خبیث از این وطن پاک ما الله کل قدم های نجسی از یارا در حالت ذلت و رسوایی از وطن ما جمع کنه. انشاءالله جمع شده نیسته، نمیمانه این قسم. الله و کسایی که فریب میخوره همیشه در پالوی همچو طاغوتا استاد میشه، الله وره هدایت کنه. الله به طرف قرآن یارا بگردانه که قرآن بدانن که قرآن چی دستور برشان میده. دستور زندگی قرآنی چی فیصله کرده در مقابل همچو طاغوتا مسلمانا باید چی بکنه. این دیگه از یک طرف خوشحالی ما بود، از طرف دیگه غم بود. خب انشاءالله اینطور نمیمانه. نسل جدید ما با شناخت چهره های اصلی خبیثا که دی وطنا قدم گذاشته خوب معلومات برشان حاصل شد، همینطور شناسایی کرد که حقیقت حقوق بشری از یا و دم زدن از مظلوما و گپا براتان واضح شد که در برما حتی یک رسانه سخنی هم پیش نمیکنه و کدام مظالمی که اونجا صورت میگیره نخواد در جهان نظیرش دیده شود. اما یا وقتی که هدف از یا مورد زد و خورد قرار میگیره، باز فریادشان خیلی زیاد میبره، دیگه گپا نیست. خب ما همیشه این دعا را میکنیم که سردمدارا، کسایی که خود منسوب به اسلام میکنه، ای کاش که وارم الله عقل و بصیرت نصیب بکنه که چهره های خبیثی کفار بشناسه که مردم به نص کتاب الله، به نص قرآن کریم دشمن ماست، قطعا دوست ما شده نمیتونه، قطعا فرصت طلب است، مسلمان در هر حالت میکوبه نمیگذارشه. الله متعال ذهن از یار روشن بسازه. بسیار مهم موضوع است. ایرم میگم که در همچو مواقع سکوت اختیار کردن در برابر مظالم استعمار مرادف کفر شمرده میشه. ایرم بدانه، سردمدارا و کلانا باید بدانه در مقابل این مظالم اگر کسی سکوت اختیار میکنه قریب که این نعوذ بالله رضامندی به کفر باشه. ایرم بدانن. ولی این شب تاریک باقی نمیمانه، امروز حتما روشن شده نیست، به شرطی که ما به این کتاب الله پس رجوع کنیم و زندگی خود مطابق دستورات کتاب الله متعال جور کنیم. الله توفیق نصیب ما بکنه. انشاءالله مقدمه شمی هست که ما شاهد دوستدارای قرآن کریم هستیم که با وصفی که حتی توان آمدن و کرایه محترم نداره، به یک شکل نه یک شکل خود در مجلس کتاب الله حاضر میکنه انشاءالله. منظورم است که ما تنبیه و آگاهی حاصل کنیم که دشمن سر ما چقدر کار کرده و ما را از کتاب الله چقدر دور نگاه داشته. حتی در سرحد گپ رسید که مدارس ما هم درس تفسیرش تفسیر نبوده، حقیقت تفسیر نبوده، هیچ وجود نداشته، بلکه فقط چند لغات معانیش از لغت عربی سختر و آسانتر، دیگه کدام چیزی وجود نداشته. حتی معنای فارسیش هم و معنای به زبان هم شاگرد هم نمیشد، فقط ترجمه سختر، لغت سختر عربی به آسانی بود، دیگه درس تفسیر نبود. وقتی که در مدارسی که چشم امید کل مردم است و از اونجا اماما و علما تخرج حاصل میکنه، او از قرآن آگاهی بیشتر نداشته باشه، از عوام ما چی گله کنیم و چه قسم توقع داشته باشیم که ما نظامهای استوار به قوانین قرآن داشته باشیم؟ قطعا امکان نداره. وقتی رئیس جمهوری ما، وقتش کسی که در پارلمان کامیاب شده و وقتی که وزیری ما حتی معنا و مفهوم یک اعوذ بالله را یاد نداشته باشه، چه قسم تصور میشه نظام واقعی استوار به خواسته های قرآن کریم حاکم شوه؟ هیچ امکان نداره. أيا دارها حييت دارا ومن